بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر به تمام شما دکتر سویبای عزیز. خدا کنه حال همه شما خوب و سلامت باشه. دکتر سویبای عزیز، دکتر زهرا بینا هستم، مدرس مضمون آناتومی و فیزیولوژی 11 سیستم بدن انسان. دکتر سویبای عزیز، شما تمامتان انشالله قادر می باشین در ختم 11 سیستم عضو بدن خود، تمام اعضای بدن خود بشناسین و همچنان در پهلویش فیزیولوژی اعضای بدنتان بفهمین که کدام وظایف و کدام عضو بدنتان انجام میده. قبل از اینکه هر موضوعی را که ما بالایش میخوایم بحث کنیم، باید از یک تعریف از این موضوع داشته باشیم تا محتویات کلی داخلی موضوع را رسیده بتانیم. پس میریم بالا، یک تعداد تعریف های ابتدایی آناتومی و فیزیولوژی میپردازیم. اول میایم آناتومی را تعریف میکنیم. میگیم آناتومی عبارت از علمی است که از دو اصطلاح یونانی گرفته شده. یکی انا به معنی جدا کردن و تومی به معنی بریدن است. یعنی آناتومی علمی است که شکل، ساختمان و موقعیت تمام بدن و ارتباط بین اوها را مطالعه میکنه. آناتومی به صورت کل به دو نوع است. یکی گروس آناتومی است و مایکروسکوپیک آناتومی. گروس آناتومی که است عبارت از او ساحاتی از آناتومی یا قسمتی از آناتومی است که با چشم غیر مسلح بدون مایکروسکوپ قابل دید می باشه. و مایکروسکوپیک آناتومی که عبارت از بخش های کوچک ذره‌بینی است که بدون مایکروسکوپ قابل دید نمی باشه. بعد از اون میایم بالای تعریف فیزیولوژی میپردازیم. فیزیولوژی از دو کلمه گرفته شده که فیزیو به معنی نیچر یا طبیعت و لوژی دستدی یا مطالعه کردن معنا میده. پس میگیم فیزیولوژی علمی است. وظایف بدن و اعضای او را مورد مطالعه قرار میده. تمام وظایف اعضای بدن ما را مورد مطالعه قرار میده. شعبات مختلفی داره فیزیولوژی که عبارت از نیوروفیزیولوژی، کاردیوفیزیولوژی و انواع و اقسام دیگه از فیزیولوژی و غیره. بعد ما میاییم بالای 11 سیستمی که میخوایم بحث کنیم. حال نام های سیستم ها را میخوانیم که کدام سیستم هاست که ما مورد بحث قرارشان میدیم. سیستم اولی ما انتیگمتری سیستم است که جلد و ملحقاتش است و اسکلیتال سیستم، سیستم اسکلیتی، ماسکولار سیستم، نرو سیستم، اندوکراین سیستم، کاردیوواسکولار سیستم، لیمفاتیک سیستم، رسپیراتوری سیستم، دیجکتیو سیستم، یورینری سیستم و ریپرودکتیو سیستم می باشه که 11 سیستم بخیر مطالعه میکنیم که انشالله تمام 11 سیستم شما با فیزیولوژیش میخوانید که اینجا میبینین که ماسکولار سیستم است، دیجکتیو سیستم، یورینری سیستم، دیگه سیستم گردش دوران خون یا کاردیوواسکولار سیستم، نرو سیستم، رسپیراتوری سیستم، اسکلیتال سیستم و لیمفاتیک سیستم می باشه. بعد میاییم بالای یک تعداد اصطلاحات آناتومیک میپردازیم و همچنان اول باید آناتومیکال پوزیشن رو بفهمیم که وضعیت آناتومیک به چی نوع یک وضعیت میگن. آناتومیکال پوزیشن به وضعیتی گفته میشه که بدن در حالت ایستاده و صاف و قایم باشه. میبینین شما به این تصویر که بدن به حالت ایستاده صاف و قایم است. بازوها به طرفین به هر دو طرف به شکل آویزان باشه. چشمها و کف دستها متوجه به پیشروی باشه. همین پوزیشن به نام آناتومیکال پوزیشن یاد میکنن. بعد از او یک تعداد اصطلاحات عام که در آناتومی استفاده میشه میپردازیم به او. کی اصطلاحات عبارت از انتریور قدامی، پوستریور خلفی، سوپریور علوی، انفریور سفلی، مدیال
اونسی، لاترال وحشی، انترنال داخلی، اکسترنال خارجی، پراکسیمال قریبه، دیستال بعیده، پالمر سطح قدمی دست، پلانتر کف پا، سوپرفیشیال سطحی و دیپم عمیق می باشه. و در این تصاویرم شما تمام اصطلاحاتی را که گفتم دیده میتونید. فقط اینجا مدیال و لترال نظر به محور متوسط بدن در نظر گرفته میشه. هر آن عضوی که به محور وسطی بدن نزدیک باشه او را به نام مدیال یاد میکنن و هر عضوی که از محور متوسط بدن دور باشه او را به نام لترال یاد میکنن. بعد دکتر سایبای عزیز میپردازیم به یک تعداد از سطوح فرضی بدن یا پلان‌های بدن که ما بدن ما را به چند سطح فرضی تقسیم کرده میتونیم از لحاظ آناتومیک. یا از لحاظ آناتومیک سطوح بدن ما چند سطوح فرضی داره. یکی عبارت از ترانسورس پلان است، فرانتال پلان است و همچنان ساجیتال پلان است. ترانسورس پلان که باز میریم بالای موضوعاتشان میپردازیم، عبارت از پلانی است که بدن از قسمت سره به دو قسمت علوی و سفلی تقسیم میکنه. بعد از او فرانتال پلان عبارت از پلانی است که بدن از قسمت وسطی به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم میکنه. بعد از او ساجیتال پلان است که بدن به دو بخش راست و چپ تقسیم میکنه. میاییم بالای ساجیتال پلان اول بحث میکنیم. ساجیتال پلان گفتیم عبارت از خط فرضی است که از قدام به خلف بدن به دو قسمت راست و چپ بدن تقسیم میکنه. شما ببینین که از قسمت قدامی و خلفی بدن به دو بخش راست و همچنان بخش چپ تقسیم کرده. بعد امی کرونال پلان است. کرونال پلان تعریفش میکنیم، میگیم خط فرضی است که از قسمت شانه های راست و چپ، شما ببینید شانه راست و شانه چپ گذشته و بدن به دو قسمت قدامی پیش روی خلفی پشت سر تقسیم میکنه. پلان بعدی ما ترانسورس پلان است. ترانسورس پلان یک خط فرضی است که بدن به قسمت فوقانی و تحتانی یعنی علوی و سفلی، فوقانی بالایی و قسمت تحتانی هم پایینی تقسیمات میکنه. بعد از او دکتر سایبای عزیز بعضی از کاویتی هایی که در بدن وجود دارد میاییم بالای کاویتی ها یا خالیگاه هایی که در بدن ما موجود است میپردازیم که کدام قسمت های بدن ما جوف وجود داره و خالی است و محتویات او چی است. تنها امروز ما کاویتی های بدن میخوانیم که کدام قسمت های بدن خالیگاه وجود دارد و روز بعدی جلسه بعدی بخیر انشاءالله بالایی میپردازیم که در هر کاویتی کدام اعضاها و کدام عضوها وجود دارند. در قسمت کاویتی های بدن که از دکتر سایبای عزیز شما ببینید که بدن ما چند کاویتی داره. اول ای که کرانیال کاویتی است. کرانیال کاویتی که است خالیگاه جوف قلب است که در اینجا برین یا مغز موقعیت داره. بعد از او اسپاینال کاویتی است. شما ببینید اسپاینال کاویتی. اسپاینال کاویتی یا جوفی است که در بین ستون فقرات که در بین از او نخاع شوکی یا اسپاینال کورد قرار داره. بعد از او توراسیک کاویتی است. توراسیک کاویتی خالیگاه جوف صدر ماست که اعضایی که در بین ازی وجود دارن جلسه بعدی بخیر انشاءالله بالای هر کدامش به شکل جداگانه بحث میکنیم. بعد او ابدومینال کاویتی است. ابدومینال کاویتی که است خالیگاه جوف بطن ماست. در خالیگاه جوف بطن ای که کدام اعضا وجود دارند، کدام وظایف انجام میدن، جلسه های بعدی
بعدو کاویتی که هسته پلویس کاویتی است. جوف حوصله ما که یعنی باز میخوانیم که در بخش ریپرودکتیو سیستم و پلویس میخوانیم که وظایف او چی است و کدام کارکردا را دارند. دکتر سویبای عزیز درس ما تا به اینجا جلسه اول ما خاتمه پیدا میکنه. جلسه بعدی بخیر بعد از کاویتی ها و محتویات کاویتی ها را مطالعه میکنیم. خدا کنه که استیپ بای استیپ درس ها را پیش ببرین با هم.